خیلی هاشون الان بینمون نیست. ویدیوی دوستان از خونهشون فکر کردی میتونی بیرونشون کنی. سلام بری ماهتون. نمیتونم بهتون بگم که چطور این بچه ها حالتون خوبه، به خاطر اینکه میدونم که نه حال شما خوبه نه حال من خوبه. حال یه ملت ایران خوب نیست، حال هیچ ایرانی خوب نیست. خیلی دلم براتون تنگ شده بود، خیلی دوست داشتم که کنارتون باشم، ولی از یه طرف دلهره، اضطراب، استرس، خشم، از یه طرف حال بد، اصلا نمیتونستم خودم رو جمع جور بکنم. از اون طرفم دوست داشتم که باشم، دوست داشتم یه چیزایی رو ثبت بکنیم با هم دیگه، دوست داشتم مثلا با یه سری از شماها حرف بزنم، مثلا بیام لایو باهاتون حرف بزنم، ولی واقعا به سختی، خیلی به سختی الان اینجا جلوی دوربین نشستم. یه جورایی دوست دارم ثبتش بکنم. حالا چرا میخوام این ویدیو رو ثبت بکنم؟ به خاطر اینکه توی این ویدیو میخوام به همه نشون بدم، به همه اونایی که گفتن ایرانی‌ها همدیگه دوست ندارن، ایرانی‌ها با هم متحد نیستن، ایرانی‌ها از هم دیگه خوششون نمیاد، از هم فرار میکنن، میخوام نشون بدم ایرانی‌ها یه تعریف دیگه‌ای از اتحاد و همبستگی و حمایت رو به کل دنیا نشون بدن. آره، ایرانیای خارج از کشور در حمایت ایرانیای داخل کشور که جونشونو کف دستشون گذاشتن و برای آزادی دارن مبارزه میکنن، اینجا صداشون شدن. ببینین که چجوری حمایت کردن. تمام اون تجمعات و تمام کاری که انجام دادن کنار هم دیگه گذاشتن که این بمونه به یادگار. هر وقت ناامید شدی، هر وقت فکر کردی که ایرانی‌ها با هم دیگه خوب نیستن، بیا این ویدیو رو نگاه کن. 80% از مخاطبای من از ایرانن، از داخل ایرانن. بیشتر از این حرف نمیزنن. با هم دیگه بریم سراغ ویدیو. من تمام تجمعات رو توی تمام شهرها و کشورهای مختلف کنار هم دیگه آوردم و میخوام فقط نگاه کنیم. یعنی هر کس نگاه کرد گفت واو، پراش ریخت از این مدل حمایت. خودمونم پرامون ریخت. نگاه کنین، این مال داخل ایرانه. جونشونو گذاشتن کف دستشونو، رفتن تو خیابونا. چراغاشون هم روشن کردن که ما ببینیم چقدر زیادن و ما بتونیم ببینیمشون. خیلی دورتون بگردم. خیلی هاشون الان بینمون نیست. سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ و در حمایت از اونا که صدایشون بسته شده بود و نمیتونستن حرفی بزنن و صداشون رو به گوش دنیا برسونن، ایرانیای این طرف شدن صدای اونا. و نگاه کنید اینجا تورنتوه. بچه ها واقعا دم بچه های تورنتو گرم. توی این سرما و توی این برف و یخبندون همه هفته ها شرکت کردم. خیلی خفنم. مونترال، دمتون گرم. ببین هر کی ویدیو رو دید گفت واو، این همه ایرانی کجا بوده؟ Another massive demonstration and no this یکی از بلاگرای یا اینفلوئنسر، نمیدونم، کسی که توی سوشال مدیا فعالیت کنه، این ویدیو رو دیده و اصلا پراش ریخته. No, this is not Toronto this time. This is Los Angeles, California. Look how many people. این همه ایرانی I guess the wave در is جهت spreading all over North همبستگی. America. دمتون گرم. شما فقط نگاه کنین. یه روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده. بعد چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستن؟ یعنی ببین چقدر خفنی. ببین یکی بود برگشت گفت ناراحتین جمع کن برین. اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره. تحویل بگیر. اینا جمع کردن رفتن و دارن یکی یکی همبستگیشون و اتحادشون رو تو جاهای مختلف نشون میدن.
یکی رو دعوتنامه‌اش رو لغو میکنن، یکی رو کارش رو به تعلیق میندازن، یکی رو اقامتش رو کنسل میکنن، یکی رو هزار یک کار میکنن. همینایی که از خونهشون فکر کردی میتونی بیرونشون کنی. دوباره میسازمت وطن ونکوور. ونکووری هم خیلی خفن بودن. ببین چقدر هنرمند دمشون گرم که دور هم دیگه جمع شدن و به هر شکلی اعتراضشون نشون دادن، همبستگیشون نشون دادن. دوست منو بیان ببینن و بشنون. یعنی هر کی به هر شکلی میتونست اعتراضشو نشون داد. صدای بچه‌ها شد. اصلا شک نکنید که بتونید جلوی این مردم وایسید. من سعی میکنم شعار بدم که شما بشنوید مردم ایران چی میخوان. لندن رو داریم. واقعا دمتون بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، نمیگه جان و تنم وطنم. دیگه نمیبخشیم، نه به خاطر خودمون، به خاطر اون بچه‌هایی که کشته شدن. قسم به خونه یارا ایستاده ایم تا بالا، این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده. ما ادامه داریم برای امروز، برای فردا، بدون ترس از بیان ترسا. و یه حرکت دیگه ای که انجام شد توی شهرهای مختلف این اتفاق افتاد. به یاد کسایی که شهید شدن، کشته شدن توی این انقلابمون شمع روشن کردن. لای پاشو بهم بگو که این حرفات رو گفتم که خیلی سخت اومدم جلوی دوربین. من نمیخواستم این اتفاق بیفته. این ویدیو رو دوست داشتم تو کانالم باشه. روح همشون شاد و ما اجازه نمیدیم که خونشون پایمال بشه. امیدوارم که همینطوری قوی و محکم کنار همدیگه و پشت همدیگه بمونیم و اجازه ندیم خونشون پایمال بشه. روحشون شاد. خب اگه میخواستم که همه تجمعات رو بذارم و هم از همه شهر و هر هفته خیلی ویدیو طولانی میشد. همین رو یه گوشه ایشو براتون گلچین کردم گذاشتم. اگه از شهرتون نذاشتم معذرت میخوام، بهم بگین حتما توی استوری حتما استفاده میکنم. بیشتر از این صحبت نمیکنم. خیلی حالم بهتر شد که اومدم این ویدیو رو رکورد کردم. ویدیوی آخر رو بدون من نگاه بکنین. ان شاء الله که قسمت تانی بشه. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. Go!